دین همین خیلی زندگی کنه. توف بر توار نماینده دین. نماینده دین نفری هست که با مردمش یک جا باشه و از دین. وقتی که خود نماینده دین میگیریم باید که خیلی خوب فکر کنین. وقتی که درباره دین صحبت میکنین، هر وقتی که خود نماینده مخالفین میگیری باید خوب فکر کنی که صحبت کنی، چون که در اینجا تنها لطمه به خودت زده نمیشه و لطمه به تمام مخالفین زده میشه و لطمه به تمام ملاها زده میشه. امروز ببین مردم تاجیک در یک خانه در روسیه 15 نفر زندگی میکنن، اما حاجی میرزا از داخل قصر باید بشینه و برای مردم امر معروف کنه. باید ملا همین خیل زندگی کنه، باید نماینده دین همین خیل زندگی کنه. توف بر توار نماینده دین. نماینده دین نفری هست که با مردمش یک جا باشه و از استفاده نبره خود بای به دولت بکنه. و ایره هر یک نفر باید بدونه که فروختن حدیث، فروختن قرآن به خاطر نیت ناپاک در روز قیامت جوابگری دارد و نفر به دوزخ روان میکند. امروز ما باید بیایم در همینجا پونکت بگذاریم، نقطه بگذاریم که هر یک نفر چی ملا هستی، چی پولدار هستی، کدمی هستی نیستی، که طرفداری رحمان و فکردی ایره بفهم که در پیش خلق ناکس میشه. امروز مردم تاجیکستان دیده ایستادند که همه دیکتاتورها عوض میشوند و هیچ دیکتاتوری برای همیشه نیست، هیچ نفر برای همیشه در سر حکومت نیست. اما قدر خود پس کردن در پیش مردم این برای تو لطمه میزن، نابود شخصیتی تو. من با شخصیت کار ندارم، اما وقتی که خود نماینده دین میگیری باید چنین کاری نکنی. نماینده دین باید از دین نمایندگی کنه، نه اینکه از حکومت خانه بگیره و مال جمع کنه و شکم همین خیلی کلام بکنه که بزور راه بگرده، از او کرتاهای کشاد بپوشه که مردم شکم کلونش نبینن، مردم دعوت کنه که شما این کار کنین او کار کنین. عیب است. مردم ما امروز فهمیده ایستادن. میدونم که دیگه مردم در دست با فکرم 100 سامانی و 200 سامانی نمیجخن، به همون خاطر طرف دولت رفتی. خوب از همون اول مردم نفهمیدن که مقصد تو مال و ملک بوده است. اگر نمیفهمیدن یک جمله تا گوش نمیکردن. در دوام 12 سال که مردم دعوت کردی، به دین دعوت کردی، به اخلاص دعوت کردی، در دوام 12 سال با همین چاپلوسید و با همین طرفداری کردنت از ظلم، همین دعوتات از بین رفتن. نابود خودت، اما صدها جوان دلش از اسلام سرد میکنی. وقتی که خود نماینده دین میگیریم باید که خیلی خوب فکر کنین. وقتی که درباره دین صحبت میکنین، هر وقتی که خود نماینده مخالفین میگیری باید خوب فکر کنی که صحبت کنی، چون که در اینجا تنها لطمه به خودت زده نمیشه و لطمه به تمام مخالفین زده میشه و لطمه به تمام ملاها زده میشه. امروز میبینیم هر روز از ملاها برای پروپاگاندای ناپاک حکومت استفاده کرده میشوند. به خدا که شرم میداره اگر همین حضرت پیامبر زنده شوه، خدا شاهده که یک دنگل میگیره حاجی میرزا را زده عید شنبه به کلاب میبره، با ای کلاب زده میورش. وقتی که نمایندگی دین میکنی باید حداقل ناموس داشته باشی. آیا دین برای تو ناموس ناموخته است؟ آیا همین دین خودش ناموس نیست؟ عیب است. سخن علم، سخن حقیقت به هر خانه برسد و هر خانه سخن علم و چراغ حقیقت را ببیند که مردم ما از این ضلالت بیرون بشوند. من وقتی که افیر درباره اودکبه گوش میکردم، یک نفر با تمسخر، با تحقیر درباره تاجیکستان گپ زد که آخی خیلی نابودی که روسیه میآید تاجیکستان. آخی تاجیکستان چیه که آخی تاجیکستان میآید؟ ما میخواهیم آن نام گم شده تاجیکستان را بر بگردونیم. این رحمانوف است که حتی هر یک نفری در هر کجای صحبت میکنه یک تحقیر به سر تاجیکا میزنه، یک گپی بد بر ضد تاجیکا میزنه. اون روسبانی که بر ضد تاجیکا صحبت میکرد من گوش کردم، به خدا که خودم احساس کردم که همین نفر رو بر روش است به من تحقیر میکنه. وقتی که درباره تاجیکستان گپ میزنن، تاجیکستان این نام هر یک کدوم ما و شما هست. امروز مردم به این حالت آوردن که دیگه هر یک نفر اگر که بخواد تمسخر کنه، گپی بد بگه، نامی تاجیکستان میگیره. شما وقتی که در سر حکومت هستین، وقتی که خود نماینده و پیشوای دروغین ملت اعلان کردین، باید این را خوب متوجه بشین که همین ملتی که شما امروز ترسانچک، همین ملتی که شما امروز ترسانچکش نام کردین، همین ملت روز میشود که به شما نشان خواهد داد که شما کی هستین و جای شما کجا است. امروز دیدین که در قزاقستان تندیسی نورسلطان نظربایف چطور شکستند. دیدین شما که نظربایف که یک نفری که 30 سال حکمرانی کرد، از زمان شوروی حکمران بود، امروز دیدین که در قزاقستان نیست، از قزاقستان رفت،
چون که هیچ دیکتاتوری برای همیشگی نیست و هیچ وقت هیچ نفری برای همیشگی نخواهد ماند. دوستای عزیز، ما و شما این حالت ها را دیده ایستادیم، باید خوب متوجه باشیم. چنانکه که شاعری بزرگ میفرماید بود ایوان قرب شاه والا، به این ایوان مرو بسیار بالا بالا. میگد بود ایوان قرب شاه والا، به این ایوان مرو بسیار بالا، که ترسم چون از آن ایوان درفتی، زهر افتاده محکم طرفتی. ای ماشاءالله خوب گفت. میگه که ترسم که از اون وظیفت برای که از همه سختتر میرای، همه سختتر میافتی در زمین. وقتی که در زمین افتادی دیگه هیچ کس برای تو کمک نمیکنه. یک بار دیگر این شعر شاعر میخوانم که برای همیشه بگیرین قلماتونه که برنامه سوگند به قلم است بنویسین ایره. بود ایوان قرب شاه والا، به این ایوان مرو بسیار بالا، که ترسم چون از آن ایوان درفتی، زهر افتاده محکم طرفتی. اگر پادشاه که از کرسی افتاد، اگر که پادشاه از پادشاهی خود رفت، اگر که یک نفری که پرزیدنت و دیکتاتور شده است از دیکتاتوری خود رفت، همین برای اون مرگ و شکست بزرگ است. امروز باید قزاقستان برای تمام مردم تاجیک درس شود، از آن جمله برای حکومتی ها. اون امنیتی هایی که به مردم تاجیک ظلم میکنین، اون امنیتی هایی که مخالفین در پیش مردم دشمن نشان میتین، مخالفین دشمن ملت نیست، شما هستین دشمن ملت. اگر مخالفین دشمن ملت میشد، امروز مخالفین هیچ که تماشا و گوش نمیکرد. امروز تمام مردم تاجیک مخالف شده است. امروز تمام مردم تاجیک حقیقت جو شده است، چون که ما درخت حقیقت در دل هر یک نفر کاشتیم و خواهیم کاشت. مردم عزیز، برای پیشرفت ما و شما ما باید یک جایه باشیم و باز هم تأکید میکنم که تنها علم است، تنها قوه علم است که میتواند تمام دیکتاتورها را شکند. وقتی که من درباره قزاقستان گوش میکردم، یک قزاق یک جمله خوبی گفت این دیکتاتور ندانست که ما عالم شدیم، ندانست که ما فهمیده شدیم، اما وقتی که ما فهمیدیم دیگر نمیخواهیم که این دیکتاتور باشد. امروز ما باید کاری بکنیم که سخن علم همیشه در پیش باشد، سخن حقیقت همیشه در پیش باشد، که مردم عزیزی ما بفهمن حقیقت چی است. مردم ما بفهمن که هر روز بیشتر ماندن امام علی رحمانوف برای آینده کشور ما ضرر دارد.